و کاش صداش نیومده بود. یک جوری رید به من، داشتم گریه میکردم و هی داشتم تحمل میکردم که گریه نکنم جلوی وقت. بعضی وقتا خودم قربانی خودم میشم که طرف رو تو خلع اصلاحش میکنی وقتی داری گریه میکنی. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من یکم طول کشید که بیام و دوباره یعنی یه فاصله بیشتری بین ویدیوام افتاد به خاطر اینکه طبق معمول خیلی فشار روم بود، فشار روحی و جسمی، ولی این دفعه یه جوری بود که واقعا نرسیدم ویدیو رو بگیرم. چند تا اتفاق افتاد که هی باید سعی می‌کردم به اونا برسم، به ددلاین‌های اونا برسم و اینکه اولویتم این بود که سرپا باشم و بعد بیام دوباره ویدیو بگیرم. چه اینجوری حرف میزنم من این مدت. حالا این که میخوام راجبش الان حرف بزنم در واقع مال دقیقا الان نیست، مال چند روز پیشه. خب مثلا قبلا راجب این خیلی حرف زدم من که من وقتی میلان بودم خب حال روحیم شاید بهتر بود و این رو نمیخواستم گردن بگیرم، ولی از وقتی که اومدم اینجا بارسلونا انگار که اون بالانسی که واسه زندگیم پیدا کرده بودم بین درس و کار و روابطم و خوشگذرونیم خیلی بهتر پیش میرفت. من اینجا خیلی یک بعدی شدم، یعنی حالا نمیدونم از کجا شروع شده، شاید از لوکیشن خونه است یا کلا خود جابجاییه یا اصلا این که من به قول تراپیستم فاز ترانزیشن بودم از حتی توی کارم، توی درسم، توی دانشگاهم، توی روابطم، توی لوکیشنی که زندگی میکنم، یعنی همه چیز با هم تغییر کرده واسم و واسه همین خیلی مضاعف حالم بد شد و من کاملا یه بعدی شدم. یعنی کاری که من میکنم اینه که فقط میشینم درس بخونم، رو پروژم کار کنم، رو پروژم کار کنم، رو پروژم کار کنم. وقتی که یه چیز خیلی جدیده واسم دلم میخواد درست انجامش بدم و تنها چیزی که فکر میکنم خوب پیش بردمش فقط همین بود، فقط همین کار و درسم بود که اونم وقتی همه انرژی تو، همه امید تو، همه تایم تو داری میذاری روی یه بخش از زندگیت، بین حداقل 10 تا بخش زندگیت، 100% اگه اون یکم بالا پایین بشه تو هم کاملا به هم میریزی. من واسه یه کاری که الان دارم انجام میدم همین اتفاق برام افتاد. حالا خلاصش رو بگم که آره من یهو دیدم که خیلی فشار رومه و انگار که من خیلی وقتا تحمل میکنم که گریه نکنم. معمولا اطرافیانم که خیلی منو میشناسن چیزی که براشون بولده توی من اینه که من شاید یکم قصه بخورم واسه هر شرایطی، ولی انگار همیشه دنبال اون راه حلم. یعنی میگم باشه یکم ناراحت میشم، به هم میریزم، اصلا اوورثینکینگ شاید نذاره من چند شب بخوابم، ولی همزمان دنبال پیدا کردن راه حلم. این خوبتون، ولی این که گریه نمی کنم، این که به خودم فرصت اینو نمیدم که انگار اون احساس هایی که دارم رو پروسس کنم، انقدر جمع میشه رو هم که یه جا میترک. من یکی از همین روزهایی که قرار بود مثلا برم دانشگاه با استادم میتینگ داشته باشیم و اینا، فکر کنم من خوب و خوش آماده شدم و فلان و فکر میکنم چه روز خوبی رو شروع کردم. رفتم همجوری که داشتم مثلا قدم میزدم تا برم ایستگاه مترو، زنگ زدم به مامانم و لحظه‌ای که من صدای مامانم رو شنیدم زدم زیر گریه و اصلا نمیتونستم خودم کنترل کنم. یعنی نزدیک ایستگاه مترو بودم، جلسه‌ای که داشتم، اون میتینگی که داشتم آنلاین شده بود و اینجوری بودم که برگردم خونه. یعنی دوباره چیزی که من هیچ وقت خودم نمیدیدم که خونه همیشه ترجیح هم باشه، الان اینجوری شدم. یعنی ترجیح میدم که خونه باشم تا هر جای دیگه و این اصلا برای خودم هم عجیبه و دنبال این بودم که نبرم خونه و داشتم قشنگ نمیتونستم جلوی گریم رو بگیرم. همون موقع که داشتم با مامانم حرف میزدم، مامانم مثلا بهم گفت که نه سعی کن مثلا بری و این اصلا برات مهمه، یعنی برای تو موفقیت توی این لحظه نه در مورد کارته نه در مورد درسته، موفقیت اینه که تو الان از خونه بری بیرون توی یک محیط دیگه اصلا بشین کارات انجام بده، میتینگای آنلاین تو برو، توی خونه نباش. و منم گفتم اوکی دیگه، مثلا مترو هم نزدیک بود. آقا من رفتم سوار مترو شدم و از اون لحظه‌ای که من
نشستم توی مترو، داشتم گریه میکردم و هی داشتم تحمل میکردم که گریه نکنم جلوی بقیه و باز بدتر میشد. میبینی وقتی وقتی حالت بعد تو ناراحتی، بعضی مامان اینجوری که اونم خب ناراحتن، بعد دردای اونا هم میزنه بالا، دردای اونا که مرتبط با توه. یعنی توی این حالت که من حالم بد بود، مامانم داشت میگفت که آره ببین وقتی تو مهاجرت کردی انگار که یه آدم از پیش ما نرفت. توی کلا مثلا خاله ها و دایی ها اینا که همیشه دور هم بودیم، میگفت که هممون انگار خیلی خالی شدیم با مهاجرت تو، چون که مثلا تو اون کسی بودی که توی دور همی همه رو میخندوندی، یا اصلا این کسی حالش بد بود اینجوری بودن که مثلا بریم دور هم جمع بشیم، آیلار یه چی بگه بخندیم یا مسخره بازی در بیاره یا به رقص فلان ما بخندیم. من تقریبا نقش دلقک داشتم براشون. بعد مامانم داشت اینو میگفت که مثلا ببین خب تو حق داری، واسه ما اینجوری سخته، تو اصلا اون رو داری تجربهش میکنی که دیگه خب اونجایی و 100% باید به خودت این فرصت رو بدی که گریه کنی و حالت بد باشه. بعد مامانم که اینو گفت، من یهو انگار یاد این افتادم که ای وای، من اصلا حتی اون شخصیتی که من اونجا داشتم وقتی که با خانوادم بودم، من اصلا اون رو یادم نمیاد. یعنی کاملا یادم رفته بود که من همچین نقشی داشتم توی فک و فامیل و خانوادمون. اصلا اون مدلی که من توی همه جمع برقصم، نمیدونم بخندم، همه رو خوشحال کنم، مثلا این رو یادم رفته بود. یعنی اینقدر من حس میکنم اون بخش از من حذف شده از اون وقت که دیگه با خانوادم نیستم. و خب کاملا توی فرهنگی دیگم نه شوخی های من درک میشه، نه مدل، نه دیگه من وقتی توی جمعم آهنگ فارسی باشه یه دونه من میذارم، بعدش دیگه بقیه میخوان آهنگ ایتالیایی انگلیسی بذارن، دیگه من دیگه نوبت من نیست. میدونی چجوری میگم؟ و کلا انگار که اون بخش رو توی خودم حذفش کردم که من اون شخصیت فانه، اونی که میخندوندم، اونی که دائم داشتم میرقصیدم، من اون رو دیگه ندارم. البته که دارمش، حتما خودم بودم، دیپ داون یه جایی هست، ولی انگار دیگه زنده نیست، حداقل برای این دور از زندگیم، و این خیلی ناراحتم کرد. یعنی اون شرطی که خودم توش بودم که حس میکردم خیلی فشار روی خودم گذاشتم و داشتم گریه میکردم، مامانم که اینو گفت و من یهو یادم افتاد که ای وای، من اصلا یه آدم دیگه بودم. خوشحالم از این که دارم انقدر تلاش میکنم، ولی انگار بعضی وقتا خودم قربانی خودم میشم. انگار این حس رو بهم این حس بهم دست میده که خیلی دارم روی خودم فشار میذارم و دوباره از یه طرف دیگه ناراحتم از این که دارم انقدر روی خودم فشار میذارم. نمیدونم چطور توضیح بدم، خیلی مشکل دارم و دیگه اونم خلاصه اضاف شد و من دیگه نمیتونستم جلوی گریه‌مو بگیرم. و خوشبختانه اون متروی که من توش بودم مثلا دور و برم کلی شلوغ بود، مثلا شاید یکی دو نفر نگاه میکردم وقتی من داشتم اینجوری گریه میکردم، دستم رو صورتم، نمیتونستم مثلا تحمل کنم، هی پاک میکردم اشکامو، دوباره شروع میشد. میدونم مثلا فکر میکنم که خب من اگر شخصی رو بیرون ببینم که داره گریه میکنه، اگر حس نکنم که نیاز به کمک داره، سعی میکنم نگاهش نکنم، چون انگار که یه جا اون کنترلی که روی خودمون گذاشتیم از بین میره و تو میترکی و اب نداره و بهتره که ما زل نزنیم تو اون شرایط به اون کسی که یک ثانیه کنترل شرایط از دستش در اومده. شاید اصلا لزوما این مثبت نیست که همه جا ما خودمون رو نگه داریم گریه نکنیم. به نظر من رفتم رسیدم یه کافه رستورانی که اونجا همه مثلا میشن کار میکنن و اینا، رفتم اونجا میتینگامو انجام دادم و رفتم مثلا با استادم و با چند تا دانشجویی که میخواستم باشون حرف بزنم ببینم میتونن همکاری کنن تو پروژه و اینا. و من بین این میتینگ ها مثلا 15 دقیقه وقت بود، همونجا توی رستوران چشم پر اشک، با خواهرم نمیتونستم حرف بزنم چون میدونستم اگه با اونم حرف بزنم دوباره میترکم. من خیلی دارم جزئیات میگم، 100% این شرایط واسه خیلی همون پیش اومد، اصلا توی شرایط مختلفی این بالا میاد،
ولی یه چیزی که باعث شد من خیلی بهش فکر کنم این بود که چرا اصلا انگار که یهو متوجه این شدم که چرا ما وقتی که بقیه دور و برمونن نمیتونیم گریه کنیم. باشه یک فرد، ولی واسه من این حس رو ندارم وقتی گریه میکنم، و بیشتر این که انگار به بقیه احساس ناراحتی بدم، نه که ناراحتی بدم برام مهمه. این که معذبشون کنم، انگار باز هم دارم به بقیه فکر میکنم. یه چیزی هم که مثلا توی همون چند روزی که حالم بد بود اتفاق افتاده بود، مثلا من یه ایونت خیلی مهمی رو که مهم بود که برم اونجا مثلا با بقیه ارتباط برقرار کنم، با کسایی که مثلا توی این هیته کار میکنن آشنا بشم. کلی هم آماده شدم از روز قبلش فلان، اصلا برنامه ریزیشو از 1 ماه قبلش کرده بودم. رفتم رسیدم ایونته. خیلی خوبه که به نسبت ایتالیا خب اینجا انگلیسی حرف میزنن، مثلا یکم ارتباط گرفتم با آدمایی که اونجا بودن. یه جور بود که انگار یک حالت مسابقه طوری داشتن برای پروژه های گیمی که درست کرده بودن. یعنی میز بود، 2 نفر مقابل همدیگه، 2 نفر نه 2 تا تیم مقابل همدیگه بودن که بازیشون یکی از اون 2 تا بازی انتخاب میشد. دوباره کلی میز دیگه بود توی سطح‌های مختلف، توی هیت‌های مختلف انگار. اولش خیلی خوب بود من ارتباط بگیرم، حرف بزنم اینا. بعد که دیگه شروع کردن اون پرزنتیشنشون شروع شد که مثلا یکی بخونن، بگن که مثلا بازی رو نشون بدن، بگن کی برنده شده بین اینا. اینو شروع کردن و به زبان کاتالان و اسپانیایی حرف میزنن دیگه. شروع کردن به حرف زدن و من اینجوری بودم خب الان برنده ها رو میگن تموم میشه و دوباره مثلا میشه توی این میزایی که مثلا نشستن و منم نشسته بودم سر یکی از اون میزا مثلا شروع کنیم به حرف زدن یا چیزی. یهو دیدم که نه، حدوداً 1 ساعت و نیم و اینا پشت سر من بودن، من اینجوری داشتم نگاه میکردم و کل 1 ساعت و نیم به زبان اسپانیایی من مثل یک نفهم اونجا فقط داشتم دست میزدم و اصلا نمیفهمیدم چی شد. خیلی جاها همه میخندیدن، میزدن رو میزاشون، نمیدونم، انگار که یه هیجان خیلی بالایی بود و تو یک شخصی هستی که اونجا از روحت از هیچی خبر نداره و فقط داری لبخند میزنی و دست میزنی. بعد فکر می‌کردم خب این عادیه، من توی ایتالیا هم با این کنار اومدم فلان، ولی باز هم ایتالیایی الان برام مثلا آشناست، میفهمم به طور کلی چه اتفاقی داره میفته. ولی اسپانیایی و کاتالان اصلا. بعد فکر می‌کردم عادیه دیگه، آره تو به این عادت داری. یهو حس کردم 1 ساعت و نیم گذشت و من خیلی مهم بود که برام بمونم. بعدش مثلا چند نفری که اونجا میشناختم بهم گفته بودن آره بعدش اینجا آبجوی رایگان میدن و میخوایم دور هم جمع شیم و اینا. منم واسه اون بخش وایساده بودم. بعد دیدم که 1 ساعت و نیم تموم شد و من یعنی 1 ساعت و نیم گذشت و من یهو حس کردم که دارم میترکم. یعنی یه جوری شدم که 1 ثانیه بیشتر نمیتونستم وایسم و حضوری برم به استادم بگم که من دارم میرم. قشنگ ترکیدم. حس کردم اینقدر اون لحظه فشار رومه و دیگه حتی نمیتونم اونجا نفس بکشم و همه بدنم درد میکرد، نه فقط گردنم که اینوری کج شده بودم که قشنگ میخواستم بترکم دیگه. فقط از در زدم بیرون، همینجور دستم تکون دادم واسه بقیه کسایی که میشناختم، زدم بیرون و حس کردم که خیلی حالم بده و اینجوری بودم که خب حالا چی شد، تو چرا انقدر حالت بد شد؟ چیز مهمی که نیست. بعد دیدم که خب بابا خیلی مهمه، من خودم رو تحت فشار میذارم تو موقعیت باشم برای اینکه مثلا یک ارتباط بگیرم با آدم آشنا بشم، خودم رو تحت فشار میذارم و از یه طرف دیگه تحت فشار هستم با دیفالت با محیط، به خاطر محیط و زبانشون. رفتم تنهایی توی کوچه پس کوچه های خوشگل اونجا نشستم، یه دونه آبجو خوردم، پول دادم واسهش، از اون آبجو رایگانه بهم نرسید ولی یکم آرومتر شدم و اونم یکی از دلایلی بود که خیلی حالم بد شد. اصلا این که ما نمیتونیم توی محیط‌های عمومی حسمون رو نشون بدیم خیلی یه چیز عجیبیه. انگار که اینجوری که تو نباید گریه کنی بیرون، اگه گریه کنی یه چیز عجیبه، تو داری در مکان عمومی گریه میکنی. من از این گریه به عنوان
کسایی که حالا از این به عنوان یک ابزار برای جمع کردن اون دلسوزی استفاده میکنن حرف نمیزنم. اصلا با اون موافق نیستم و کاملا اون مشخصه که یک فردی داره این کارو میکنه و قشنگ داره از مخاطباش سوء استفاده میکنه. ولی جدا از اون مخاطب ها، اگر یک وقتی ما خیلی حسمون مثل اون روز من پر شده بود، کاسمون پر شده بود که نتونستیم تحمل کنیم و زدیم زیر گریه، به نظر نباید اونقدر عجیب باشه. همونجور که انقدر صدای خنده در طول روز میشنویم، گریه هم یکی از راههای تخلیه استرسه. یه نشونه که تو اون لحظه خیلی غم داری. غمم یه بخشیه به اندازه خوشحالی، حتی بیشتر از اون توی زندگیمون وجود داره و انگار ما اونو نباید نشونش بدیم. خیلی عجیبه. خلاصه انقدر درگیر این شده بودم که چرا این گریه کردن در مکانهای عمومی انقدر عجیبه و اصلا گریه کردن برای چیه. رفتم یکم راجبش خوندم و چند تا مقاله خوندم. یه چیز خیلی جالبی که پیدا کردم، یه حالت آزمایشی انجام دادن که دیدن بو کردن اشک زنان، یعنی اشکاشون رو ریخته بودن توی شیشه ها و وقتی مردا داشتن این اشکا رو بو میکردن خشونتشون میومد پایین. یه همچین چیزی. انگار که خشونت میاد پایین وقتی که اشک هست و همدلی میره بالا. انگار که طرف رو تو خلع سلاحش میکنی وقتی داری گریه میکنی. واسه همین خیلی‌ها این رو به عنوان یک ابزار استفاده میکنن برای جمع کردن دلسوزی. یک مثال خیلی عینیش که مثلا من توی همین عشق ابدی متوجه شدم، مثلا ترانه است فکر کنم اسمش، اون خیلی این حرکت رو میزنه، گریه میکنه که دلسوزی جمع کنه. یعنی وقتی که از هر موقعیت استفاده میکنه که بتونه مورد توجه قرار بگیره با گریه کردنش. چون که همدلی آدما میاد بالا، خشونت میاد پایین و شاید اصلا این مثل یک ابزاره. واسه همینه که توی مکانهای عمومی خیلی استفاده نمیشه، چون انگار توی یه جورایی داری بقیه رو کنترل میکنی. خیلی ریز بشه گفت، نه؟ گریه کردن، با گریه کردن ما نشون میدیم که آسیب پذیریم. حالا یه جاهایی نشون میدیم که نیاز به کمک داریم، اون فرق میکنه، ولی نشون میدیم که آسیب پذیریم و این حمایت اجتماعی آدم‌ها رو بالا میاره. و واسه همین احتمالاً توی محیط‌های عمومی، جدا از این که خب گریه نمی‌کنیم که نشون ندیم ضعیفیم یا آسیب پذیریم، یکیش هم اینه که خب تو واقعا داری انگار بقیه رو کنترل میکنی، چون داری اون حمایت اجتماعیشون رو میاری بالا. خیلی جاها ما شاید دیدیم یه نفر داره مثلا گریه میکنه و همه قبلش ازش بدشون میومده یا یه مشکلی پیش اومده، گریه که میکنه بعد بقیه میان سمتش، چون که انگار یه بخشی از ما این شکلیه دیگه، اون همدلی و حمایت اجتماعی رو بالا میاره. و خیلی این استفاده میکنن. توی رابطه هم خیلی پیش میاد، یهو میبینی طرف میخواد مشکلات رابطه‌ش رو به پارتنرش بگه، پارتنرش میزنه زیر گریه، دوباره اون همدلیش میاد بالا و دوباره اون مشکل حل نمیشه. یک ابزاره برای خلع سلاح کردن پارتنر یا طرف مقابل به طور کلی. و خب یه دلیل دیگه هم هست که ما گریه نمی کنیم تو محیط‌های پابلیک و عمومی، اینه که خب ما یاد گرفتیم دیگه، یادگیری اجتماعی بخش‌های خیلی خیلی مهمی از زندگی ما رو و رفتارهای روزانه ما رو شکل داده مسلماً. و یکی از چیزهایی که ما یاد گرفتیم گریه پیش بقیه است. یعنی به خصوص اگر پسر باشی که این فشار خیلی بیشتر رود، اصلا اینکه مرد گریه نمیکنه یک فشار افتضاحی روی آدما، چون که گریه میتونه استرس تو رو بیاره پایین. چرا نباید مرد گریه کنه؟ یاد گرفتیم که خب من گریه نمیکنم، اینجا نگهش میدارم برای محیط خودم. مثلا اینکه تا گریه میکردیم بچه بودیم میگفتن نه 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 گریه نکن، مثلا بغلت میکردن یا یکم سنت بالاتر بود شاید میبردن تو اتاقی جایی با حرف میزدن. خب اینو آدم به مرور یاد میگیره، آها پس من نباید پیش بقیه گریه کنم. اینو من کاملا موافقم، به خصوص توی مکانهایی که مثلا خب حرفه‌ایه، سر کاریش. خیلی از آدما اگر این خیلی آزاد بود، خیلی ها این رو به عنوان منیپولیت کردن استفاده میکردن. ولی من بحثمون بخشیه که تو
کنترل شرایط از دستت خارج میشه، کاری به بقیه نداری، دور و برت کسی نیست که تو دنبال جذب اون توجهش باشی، یهو میترکی. و زل نزنیم به اون آدم نگاه کنیم، اگر خواست درخواست کمک میکنه، به نظرم باید این عادی سازیش کنیم. نه، فکر میکنم اگر بتونیم تشخیص بدیم کدوم گریه واسه منیپولیت کردن ماه و کدوم گریه کاری به ما نداره، واسه خودش نشسته، انگار دارم از خودم دفاع میکنم، واسه خودش نشسته یه گوشه مترو داره زار میزنه و حتی صداش هم بقیه رو اذیت نمیکنه، زل نزنیم بهش، کارش نداشته باشیم، اینو عادی سازیش کنیم. همونجوری که اگه یکی بخنده، من به این فکر نمیکنم چی شد اینجوری داره میخنده، ولی گریه کنه 100% فکر میکنم چی شد که داره گریه میکنه. و آره، این بحث گریه خیلی ذهنمو درگیر کرده، ولی از این به بعد اگر یه جایی من اون حسم ترکید و دیگه اون فشاره رو نتونستم تحمل کنم و از چشمامون درد زد بیرون، اوکی هم باش و نیاز به کمک ندارم تا وقتی که بپرسم از کسی. این حداقل برای منه. ببخشید که این مدت انقدر دارم غر میزنم، ولی خب دوست دارم راجع به اون چیزهایی که خب راجبش معمولا حرف نمیزنیم حرف بزنیم، چون که شاید یک بخشی کوچیکی از زندگی ما خوشحالی و رضایت بالاست، بخشای دیگهش تو اون فشار است که تجربه میکنی، اون تنهایی است، اون گریه است، اون که کنترلی روی شرط نداری، اون شکسته است، این که اصلا پیش بقیه ضایع میشی، این که یه کسی باید برخورد میکنه، همه اینا هم بخشای خیلی زیادی از زندگی ما هن. انگار خیلی راجبشون حرف نمیزنیم. حتی من این اواخر یه تجربه دیگه داشتم که استادم من رو معرفی کرد به یک شخص دیگه ای که ترکیه‌ای بود و گفت که حالا باش حرف بزن، مثلا فکر میکنم که بک‌گراندتون به هم میخوره، با هم آشنا بشید، شاید مثلا در آینده بتونید با هم در مورد یه چیزی همکاری کنید. من گفتم آره چقدر خوب، و بهش ایمیل دادم و اونم گفت که من دیگه مثلا چون دانشگاه بهم فاندینگ نمیده کار نمیکنم، سن زیادی هم نداشت ولی پست دکتراشو داشت میخوند، ولی حالا میتونیم با هم آشنا شیم. یعنی خیلی کول برخورد کرد. بعد که رفتیم میتینگ یک جوری با من بد حرف زد، یعنی از دقیقه اول که من نشستم، یکی این که میکروفونش وصل نمیشد و گفت که اینجوری بود قیافش، حتی یک لبخند هم نزد. مثلا من اینجوری خنده گفتم چقدر عجیبه، مثلا میکروفون صداتون رو من ندارم دارم حرف میزنم، که یکم فضا عوض شد، اینجوری بود، هیچ لبخندی. اون گذشت، توی چت داشت هی سوال میپرسید، انگار که مثلا من رفتم مصاحبه، هی سوال میپرسید، من سعی میکردم جواب بدم، بعد اینجوری دوباره رفت توی مثلا این رفتیم یه پلتفرم دیگه که صداش بیاد و کاش صداش نیومده بود، یک جوری رید به من که من اصلا نمیدونستم این از کجا خورده یا من کجا اذیتش کردم که داره با من اینجوری برخورد میکنه. خلاصه به من گفت که تو کارت هیچ بیس علمی نداره، نمیدونم تو چرا سرخود داری کار میکنی، نمیدونم واسه ارشد تو باید بری رو پروژه‌ای که چندین سال یه کس دیگه کار کرده یه بخشیشو برداری فقط بنویسی، تو داری یه پروژه رو از صفر شروع میکنی، این کار الان نیست، این یه مقطع دکترا میخواد. اینو من خب قبلا هم شنیده بودم، یا اوکیه من دارم امتحانش میکنم، تهش نشد یه بخشیشو واسه مقطع ارشدم و پایان نامم برمیدارم. ولی مدلی که خب حرف میزد و تهش چی بگی خوبه، گفت نه حالا خوبه خجالت نمیکشی با آدم‌هایی مثل من، ببین خودشیفتگی رو، با آدم‌هایی مثل من میری حرف میزنی و سوالاتو میپرسی. من تمام مدت اینجوری بودم و تهش هم فقط خداحافظی کردم دیگه. بعد خیلی حالم بد شد، رفتم با استادم حرف زدم، گفتم که این یارو اینجوری حرف زد، یعنی اول هم گفتم شاید اشتباه از منه، که شاید اشتباه از منم بوده 100% یه جاهاییش. بعد که به استادم گفتم یکم آرومتر شدم، چون گفت کار خوبی کردی بهم گفتی، منم میدونم با آدم‌ها چطور برخورد کنم، من خیلی شناختی ازش نداشتم، از این آقایی که بهت معرفی کردم، فقط یه بار ویدیو کال داشتیم که اون میخواست با من همکاری کنه، با دانشگاه ما همکاری کنه و خوبه که به من گفتی. گفتم کاش الان استادم بهش بگه که مثلا اون بهش دوباره چیز بشه،
ازش بپرسه که میشه با هم همکاری کنیم. بعد استادم میگه خوبه، خجالت نمیکشی، با کسایی مثل من میخوای حرف بزنی. خیلی ضایع شدم، اول کار خودم رو زیر سوال بردم و بعد اینجوری بودم که اب نداره دیگه، میگذره. اون آدم یا بس به قول استادم فرهنگیه، شاید کلا تو فرهنگشون انقدر هارشن، نمیدونم، بر یه نفر نمیشه گفت، یا خودشون روز شرایط خوبی نداشته، خواسته یکی دیگر رو خراب کنه، عصبانیتش از یه جای دیگه بوده، مثلا دقیقا یه مکانیزم دفاعی، عصبانیت از یه جای دیگه است، نمیتونی خالی کنی، روی بقیه خالی میکنی، شاید این بوده. نمیدونم. خلاصه که من الان دارم میرم، یه دوست اینجا دارم که دانشگاهش فرق میکنه با دانشگاه من، خیلی دور نیست از اینجا، و گفته که اگه خواستی امروز بریم حداقل اونجا درس بخونی. یعنی تفریح من توی بارسلونا شده تغییر دادن لوکیشن درس خوندن و کار کردن. و الان دارم میرم دانشگاه اون، بشنم اونجا درس بخونم، از دوباره میتینگ و همین. مرسی که به قرای من گوش دادید و خلاصه بیاد هر کی گریه میکنه بهش سر نزنیم. مراقب خودتون باشید و میبینمتون.